آماده بودم برم مراسم زار، رفتم به سمت سلخ با من همراه بشیم. اول از همه مسیرمون از دریا شروع شد و بعد از اون با ماشین به سمت سلخ رفتیم. وقتی رسیدیم باورم نمیشد اینقدر صمیمی از همون استقبال کردن. یه اتاق با دقت و سلیقه تزیین شده بود مخصوص مهمونا. همه چیزو کم کم داشتن آماده میکردن برای مراسمی که سالها نسل به نسل در جزیره منتقل شده بود. فضا رو با استفاده از کندور و گشته‌های محلی که یکی از بخش‌های مهم و خاص آیین زار محسوب میشه آماده کردن. چند تا از مردهای محله اومده بودن و داشتن طبل‌ها و دمام‌ها را بررسی و کوبی کردن. صدای زار داشت بیدار میشد. طبل‌ها که آماده شد کم کم مهمونا شروع کردن به جمع شدن. حضور خاص قلیون‌ها با طعم گرهگو که یکی از عناصر فرهنگی مهم تو این مراسم هست انگار خاطره قدیمی رو زنده می‌کنه. مراسم هنوز ادامه داره تا ولاگ بعدی. خدایا رو نگهدارتون.